سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. طرز تعویض لنت پراید رو میخوام بهتون آموزش بدم که خودتون هم خواستید بتونید عوض کنید. کار خاصی هم نداره، راحته، میتونید راحت عوض کنید خودتون. حالا از همه قالب آوردن میدی چرخو که در آوردید حتما بذارید زیر ماشین یه وقت خدا نکنه جک در رفت ماشین نخوره زمین، بتونید دوباره بیاریدش بالا. چرخو که در آوردید فرمون رو برمیگردونید به سمت دیگه. اینجا دو تا پیم داره، پیما هم یه خار وسط داره، یه خار داره دو پیما رو هم نگه داشته که یه وقت پیم در نیاد. اینی که در آوردیم از این قسمتش هم در میاد. این پیما سوراخ داره که این خارا میافته تو این پیم آزاد میشه. ما رو در میاریم به این صورت. بعد میاریم به وسیله یه پیش میندازیم بین لنت و سیلندر ترمز، فشار میاریم که جمع کنه، پیستون ترمز رو جمع کنه. خارم در میاریم به این صورت. فقط خارا رو مراقب باشید گم نشه، اسیرتون کنه. به این صورت در میاریم، یه لنتشو در میاریم. الان دو تا پیش داره این پایین، یه دونه بالا یه دونه بالا که گردگیر داره. این گردگیر را برای کالیپر ترمزشه. این کالیپر ترمز وقتی خشک میشه گیر میشه. دوستان برای اینکه از حالت گیرپاش در بیاد این دوتا پیچ رو با آچار 12 باز میکنیم. الان شلش کردم که به این راحتی باز شده، خورده سفته. این صورت باز میکنیم. کالیپر کلن جدا، این سیلندر ترمز کلن جدا میشه. این ناکن اینا سفته، حالت گیرپاش ماننده. الان این قسمتش نکنیم بالا بازه، اما بازی میبره، روون داره، مشکل نداره. این قسمت پایین حالت گیرپاش. خب دوستان همونجوری که توضیح دادم بهتون، کالیپر را گرد میره داخلش، حالت گیرپاش مانند میشه. گیر روون شده. روغن میزنم معمولا، من چون هر سری روغن زدن جواب نده که دوست دارم گردی را لباش رو باز بلند میکنیم و یه خورده این پیمش و گوشش رو فشار بدید میاد بیرون. این صورت لبه گردی رو بلند میکنید، گیز میکنید، دوباره فشار میکنید به سر جاش. کار خاصی نداره. میاریم میذاریم سر جاش. پیچ بلنده برای قسمت بالاییشه،
رد میکنیم. یه دندون میچرخونی که بید هیچ کنه میشه هم بریم هر صورت جایی که افتاد با همون آشار 12 که شورش کردیم با همون آشار 12 صرفش میکنیم. آخر صفرش میکنیم بعد از این میریم سراغ اینجا رو چین رنگ شد. این خارا قسمت پشت لنت قرار میگیره. خار پشت لنت که یه دونه پایین داره یه دونه بالا داره. حتما باید جا بیفته. باید جا بیفته. یعنیش میفته پایین فقط دیسک مشخصه. یعنیش میفته بالا قسمت این بالا دیسک همچین خاری هست که میفته برای یه سری ماشین دارن یه سری نداره. پشت لنت قرار میگیره. لنت رو این قسمت که این آهنی شکل آمده بیرون مثلا که داخل میفته این صورت. این قسمتش هم داره این طرفش هم داره میفته این لبه هم به این صورت جا میکنه. لنت قبلیش چون پارک کرده پیستون و ترمز جمع شده. اول ویدیو خاطرتون باشه گفتم که با یه پیشگوشتی با یه چی احرام میکنید که پیستونش جمع میشه. وقتی جمع که میشه لنت جدید که میخواید بندازید گوشت کناره جا میخوره. اگه جمع نکنید جا نمیره. من به این صورت این خاری که این شکلیه به این حالت اینجا قرار میدیم. این رو از بالا رد میکنیم که از پشت این خار رد میشه از وسط خار رد میشه جا میریزیم. این لبای خارم میرزیم توی صورت به این حالت میشه. قسمت پایینش ساده است. برو داخل نیاز نیست از بین خاری چیزی رد کنیم.
منتها میان این سوراخش رو تنظیم میکنیم به این رو این طرف هم این خاری که بهتون گفتم لبه این بالا رو و این لبه بالا رو میندازیم توی این سوراخ‌های پیم. به این صورت میشه. پیم داخلش سوراخ داره میفته داخل پیم. اول قسمت بالا رو میندازیم و بعد قسمت اگر دمبریک داشته باشید به دمبریک باشید بهش نیست کشید کنیم به این صورت جا میزنید داخل سوراخ پیم. با همین سادگی همین شد رفت. این چرخ هم همینطوری هیچ فرقی نمیکنه، همین سادگی چیز خاصی هم نداره. فقط یادتون باشه که بعد از اینکه لنت دو طرف عوض کردید چه این طرف چه اون طرف فرقی نمیکنه. دو طرف که عوض کردید ماشینی که روشن کردید پدالو چند بار فشار بدید تا ترمز پر کنه سیلندر ترمز پیستون بیاد لنت رو جمع کنه به سمت دیسک که ترمز داشته باشید. همونو یهو راه نیفتید چون ترمز ندارید اولش. این هم از آموزش تعویض لنت. اگه ویدیو به دردتون خورد ممنون میشم لایکش کنید و کامنت بذارید. تو ویدیو بعدی آموزش تعویض دیسک چرخ رو داریم. سابسکرایب یادتون نره.